به نام خداوند کون و مکان، خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درودهای قلبی خودم و همه همکارانم را خدمت همه بینندگان گرامی در هر جایی که در این جهان پهناور هستید تقدیم می دارم. امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند باشید. غلامرضا امیرزاده هستم از مجمع فرهنگی بهزاد و از شهر برلین آلمان در خدمت شما می باشیم. امروز شنبه 11 نوامبر سال 2023 میلادی برابر با 20 اغرب یا آبان ماه سال 1402 خورشیدی. نخست تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم از همه شما عزیزان خوب. بینندگان گرامی، هفته گذشته درباره شاهرخ میرزای تیموری و سلسله تیموریان هرات صحبت کردیم. امروز به هرات هستیم و درباره سیفی هیروی و کتاب تاریخ نامه هرات صحبت میکنیم. سیف فرزند محمد، فرزند یعقوب هیروی، معروف به سیفی هیروی، حدوداً در سال 681 هجری قمری در هرات چشم به جهان گشود. از سال روز درگذشتش اطلاعی در دست نیست، اما سیفی در هرات چشم از جهان پوشیده بود. سیفی یکی از مورخین نامدار و بسیار معروف عصر امرای کورت هرات بود. سیفی از نویسندگان نامدار خراسان در دربار هرات و یکی از جمله 40 شاعر نامدار مداح ملک فخرالدین و ملک غیاث الدین به شمار می آید. سیفی در جوانی علوم و معارف اسلامی را فرا گرفت و در ادب فارسی دری و عربی تبحر یافت و با کمک استادش حکیم سعدالدین منجم غوری به دربار ملک فخرالدین کرد راه یافت و قصاید و قطعات بسیاری در مدح ملک فخرالدین و ملک غیاث الدین سروده است. سیفی از غیاث الدین کرد که جانشین ملک فخرالدین بود فرمان یافت تا کتابی در تاریخ هرات از زمان چنگیزخان مغول و خرابی‌های شهر هرات و به قتل رسیدن ساکنان آن از سال 618 تا عصر خویش بنویسد و سیفی هیروی هم این کتاب را با نام تاریخ نامه هرات بنوشت. کتاب تاریخ نامه سیفی در سال 718 آغاز شد و در سال 721 تمام شد و تألیف گردید. سیفی آثار دیگری هم داشته از قبیل مجموعه قیاسی، سامنامه و قصاید و غزلیاتی که متاسفانه از اونها اثری به جا نمانده. مثنوی سامنامه با بیش از 20,000 بیت و به سبک شاهنامه فردوسی در شرح دلاوری‌های جمال الدین محمد سام
و ملک فخرالدین و ملک غیاث الدین کرد نوشته است. سیفی از منابع تاریخی استفاده کرده، از قبیل تاریخ طبقات ناصری منهاج السراج، تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی، تاریخ قازانی رشید الدین فضل الله و 3 کتاب دیگر چون تاریخ خراسان، اخلاق خانی و تاریخ علایی. سیفی فصل اول کتاب تاریخنامه هرات را در بیان آن که شهر هرات را کی ساخته است 8 روایت مختلف را درباره چگونگی بنا نهادن این شهر و عمارت آن به دست شخصیت‌های اسطوره‌ای از قبیل طهموریس، اسکندر مقدونی و سیاوش نوشته است. در فصل دوم متن عربی و ترجمه احادیث از حضرت محمد درباره هرات و امتیازات آن با ذکر سلسله راویان آنها نقل می کند. در فصل سوم با عنوان آمدن شاهزاده طلایه خان مغول به خراسان و ویرانی هرات را از سال 618 آغاز می کند. سیفی در تقدیم نامه که شهر هرات 16 سال خراب بود و حاکمی به امارت و امارت آن نیامد، از سال 634 قمری شرح رویدادها را به ترتیب سال شمار آورده است. پس از آن که بوجای خان مغول در سال 706 هجری قمری هرات را فتح کرد، سیفی را تعذیب و توبیخ به مرگ محکوم کرد، اما بعداً او را عفو کرد و سیفی از مرگ نجات پیدا کرد. سیفی شرح رویدادهای معاصر خود را از اسناد دولتی که با مساعدت و همکاری ملک غیاث الدین در اختیارش گذاشته بود بهره‌مند گردید. سیفی خود اعتراف می کند که اگر وزیر دولت خواجه شهاب پسر وزیر بزرگ عزیزالدین شهاب ثقل با وی همکاری نمی کرد، حاصل کارش نتیجه خوبی نداشت. تاریخنامه هرات از جنبه ادبی نیز شایان توجه است. نثر سیفی بسیار شیوا و روان و گاه آمیخته با قصات و قطعاتی است که از اشعار خودش می باشد. سیفی همچنان از آبادی‌های هرات در دوران ملک فخرالدین و ملک غیاث الدین شرح داده، به خاطر که هرات در دوره امرای کرد آباد گردید و امرای کرد زحمات زیادی در قسمت آبادانی هرات نمودند. کتاب تاریخنامه هرات را نخستین بار محمد زبیر صدیقی مدرس زبانهای شرقی در دانشکده کلکته بر اساس یگانه نسخه باقی مانده از آن که در کتابخانه شاهی بوهار کلکته در قرن 8 هجری بود تصحیح و با مقدمه و مبسوط به انگلیسی و فارسی به کوشش خان بهادر خلیفه محمد اسدالله در سال 1322 میلادی هجری و 1900
1943 میلادی به چاپ رساندند. بعد از آن غلامرضا طباطبایی مجد بر اساس همین تصحیح این کتاب را در سال 1383 در تهران به چاپ رساند. محمد آصف فکرت هم نیز مطالب تاریخی کتاب را پس از حذف زواید در تهران با همت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به چاپ رساند که من هم این کتاب خوانده بودم. معین الدین محمد اسفزاری تاریخ نامه هرات سیفی را تاریخ ملوک کرد خوانده است، اما در یک جا باز یاد کرده که تاریخ نامه هرات می باشد. سیفی هروی در انتهای کتاب تاریخ نامه هرات تألیف دوم را نیز وعده داده است، ولی بررسی هایی که مورخین بعدی انجام دادند به اطلاعی از دفتر دوم دست نیافتند. مثل که این دفتر دوم هم نوشته بوده اما معلوم نیست که او دفتر دوم کجا شده. امیدوارم که او دفترم یک روز پیدا شده. یک شعر هم هست از سیفی، میگه سیفی چو رساله‌ای نوشتی دلکش، کش هر که بدید شد دل و خوش جانش. اهل دل از آن چو فیضها میابند، بنویس که هست فیضها تاریخش. سیفی چنان که خود گفته تاریخ نامه هرات مشتمل بر 400 فصل در تاریخ و شرح حال امرا و فرمانروایان و مامورین بلندپایه هرات را تألیف کرده است، اما متاسفانه آنچه اکنون در دست است مشتمل بر 138 فصل است که بخش عمده از این کتاب از دست رفته. امرای کرد از سال 1245 میلادی تا سال 1381 میلادی حکومت کردند. اولین آنها ملک شمس الدین کرد و آخرین آنها پیر علی غیاث الدین دوم بود. از میان این خاندان ملک فخرالدین بود که طبع شعر داشت و اشعار زیادی هم سروده بود. در دربار امرای کرد حدود 400 شاعر زندگی میکردند، به خاطر که ملک فخرالدین که خود طبع شعر داشت شعرا بسیار گرامی می داشت و در این دوره شعرای بزرگی ظهور کردند که ربیع پوشنجی هم از همون جمله می باشد. تاریخ نامه هرات از جمله آثاری است که برای اولین بار نام افغانستان را به کار برده و افغانستان را جزء هرات معرفی کرده است. چنان که میگوید امرا فرمودند که اسفزار و فراه و سجستان تا حد افغانستان از مسافات شهر هرات است. سیفی هروی درباره هرات این گونه می نگارد: شهر هرات 800 مسجد و 60,400 سرای یا خانه، 30,000 حجره و دکان و 120 حوض و 55 حمام و 90 خان. در کهندش یا ارگان 2500 سرای، 900 حجره و دکان و 80 مسجد، 40 حوض، 18 حمام و 35 خان داشته است. این نشانگر همونه که در دوره
امرای کرد هرات بسیار آباد شده بوده و در آبادانی هرات امرای کرد بسیار زحمت کشیده بودن و تلاش کرده بودن. در هرات یک مکتب لیسه پسرانه به نام سیفی گذاشتن، به نام لیسه سیفی هیروی، که تأسیس این مکتب به حدود 85 سال قبل برمیگردد و این مکتب به دروازه قندهار هرات قرار داره. دیگه ما در گذشته مثل سیفی هیروی، امثال اینها شاعرها، نویسندگان، مورخین، ریاضیدانان، عالمان و دانشمندان، موسیقیدانان بسیار زیاد داشتیم که متاسفانه در طول 45 سال که گرفتار این جنگ ها و مصیبت ها بودیم و در دوران معاصر ما از کاروان تمدن بشری دنبال مانده متاسفانه و نتونستیم بزرگان خود معرفی کنیم. و خوبه که حالا که هست انسان‌های دلسوز و خوب ما، زن و مرد، دختر و پسر، در این قسمت کار کنن، تلاش کنن که بزرگان ما معرفی شن، به خاطر که برای شناختن افغانستان، برای افغانستان شناسی، شناختن بزرگان و علمای ما بسیار لازم و ضروریه. یعنی تا زمانی که ما کشور خود نشناسیم نمیتونیم یک گام مثبتی هم در این قسمت برداریم. راهش همیه بسا که باید به این قسمت کار شه، تلاش شه. در هر جای جهان هم اینطوریه. شما در هر جای جهان که نگاه میکنیم انسان‌های خوب برخواستن و در قسمت کشور خوب کار کردن. هر جایی که کشورها ساخته شده مردم همون سرزمین تلاش کردن، زحمت کشیدن و مردم ما هم باید همین کار انجام بدن در هر جایی که هستن، چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان. همگی در قسمت کار و تلاش کنن، زحمت بکشن. اگر در این راستا کار شه حتما ما نتایج خوب خواهم گرفت و اگر کار نکنیم که حتما پیشرفتی هم نیست. که با همه مشکلاتی که ما امروز داریم خوبه که در این قسمت همه کار کنیم و زحمت بکشیم، دست به دست هم بدیم برای اطلاع کشور. و در قسمت منافع ملی باید بسیار کار شه. یعنی اگر ما در قسمت منافع ملی کار کنیم به مسائل قومی و مذهبی بسیار وارد نمیشیم. ما منافع ملی یک اصلیه که باید همه به دنبال منافع ملی خوب باشن. یعنی جهان هم اینطوریه. در جهان هم بحث منافع ملیه. دیگه این از آرزوهامونه که باید بالاخره این کشور دوباره احیا شه، دوباره ساخته شه بخیر. دیگه امیدوارم که در این قسمت همه ما و شما تلاش کنیم، کار کنیم، زحمت بکشیم. اگر زحمت بکشیم، در این قسمت کار کنیم، حتما نتیجه خوبی خواهیم گرفت. دیگه این یک از آرزوهامونه. ما هم که به برلینیم، یعنی مدت 10 ساله که یک مجله در برلین به نشر میرسانیم و به شهرهای مختلف، کشورهای مختلف ارسال میکنیم. دیگه تقریبا بیش از 2 سال هم هسته که ما می ویدیوها رو به نشر میرسانیم و تقریبا همون کارهایی که در مجلات انجام دادیم حالی از طریق یعنی ویدیوها باز معرفی میکنیم.
در مجلات هم همین قسم بوده، شعرا، نویسنده های افغانستان، منطقه و جهان علما و دانشمندان معرفی کردیم. دیگه ای بود ویدیوی امروز ما. هر کجایی که هستیم خداوند یار و مددگار شما باشه. شما تلفن هم هست، حتما به تماس شین که با کمک و همکاری یکدیگر کارهای بهتر و خوبتری برای بنازیم. این بود ویدیو امروز ما. روز شما خوش. بدرود.